اگه کسب و کار شما این 5 تا دستورالعمل رو رعایت کنه، پتانسیل تبدیل شدن به درخت پول رو داره. یعنی میتونه کسب و کار سیستمی باشه که آزادی مالی و ثروت سریع توی 5 الی 10 سال برای شما ایجاد کنه. دستورالعمل اول اینه که برای رفع یه نیاز واقعی ایجاد شده باشه، نه اینکه دنبال علاقه باشه. دستورالعمل دوم اینه که هر کسی نتونه به راحتی ورود کنه به اون کسب و کار، مثل بازاریابی شبکه‌ای و بورس. دستورالعمل بعدی اینه که کنترل بازی و سیاست و قوانین و برند دست شما باشه، نه یک مارکت پلیس و شخص دیگه ای باشه. دستورالعمل بعدی اینه که کاملا مستقل از زمان شما کار کنه و وابسته به زمان شما نباشه و اینکه مقیاس پذیر باشه. یعنی اگر بخواد یهو به هزاران نفر خدمات بفروشه، نیاز نباشه که منابع شما هزاران برابر بشه. کسب و کارهای اینترنتی به صورت بالقوه 4 تا دستورالعمل آخر رو دارن.